سرخط خبرهای مهم. جسد بیش از 10 قربانی صدمه را به سردخانه بردند. مرگ مرموز یک سرباز در سوخت. و مرکز تحقیقات استراتژی میگوید نباید به بازداشت مهاجران تاجیک پوشش سیاسی داد. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بام نادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 7 آگوست. بیش از 10 جسد قربانی صدمه شومی 6 آگوست در کولوب را به سردخانه انتقال دادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که حادثه ساعت 19:30 در شاهراه دوشنبه کولوب خوروغ واقع در کوچه جمعه علی شهر کولوب رخ داده است. وزارت گفته است که ضرر جانی و مالی ثبت شده است ولی امور دقیق زخمیان و قربانیان را ذکر نکرده است. مقامات ساحه تندرستی شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احتمال شمار قربانیان از 10 نفر بیشتر است و هنوز نه همه زخمیان و فاسدگان از داخل ماشین و منزل‌های تخریب شده بیرون کرده شدند. شراف‌الدین رستمov سردار ریاست تندرستی منطقه کولوب صبح امروز با رادیو آزادی گفت که 8 نفر در جای حادثه و 2 نفر دیگر در بیمارخانه وفات کردند. با گفته رستمov 11 نفر دیگر زخم‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری شدند که از این 2 نفرشان در حالت وزنین قرار دارند. در بین فاسده‌ها یک کودک هم هست. زخمیان در بیمارستان طبابت شده ایستادند، گفت او. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه‌اش خبر داده است که ماشین بارکش تمغه دولان که از پشت یدک یا پریتسپ داشته است بنابر از کار ماندن ترمز به صدمه دچار شده است. تحقیق حادثه را دادستانی کول آغاز کرده است. به گفته شاهدان ماشین بارکش از نشیبی سمت ناحیه شمس‌الدین شاهین با سرعت بلند پایان شده است و در نزد بازار سامانیان کولوب به سمت مقابل راه حرکت کرده چندین ماشین را پخش کرده 2 منزل زیست را تخریب کرده است. راهبر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بازداشت و تعقیب و فشارهای اخیر نسبت مهاجران تاجیک در روسیه را پیشگیری فعالیت غیر رسمی مهنتی در این کشور گفت و تاکید کرد که نباید به آن پوشش سیاسی داد. خیرالدین عثمانزاده این نکته را هنگام نشست خبری نهاد روز 4 آگوست بیان کرده است. با گفته او اکثر اقداماتی که در روسیه گرفته می شود برای پیشگیری فعالیت غیر رسمی مهنتی می باشد. او در این روند میان روهای مهاجران را که اکثرا با مقامات قدرتی روسیه همکاری دارند گناهکار دانسته است. دعوت به پوشش سیاسی ندادن به فشار و تعقیب مهاجران تاجیک از سوی ماموران انتظامی روسیه در حالی است که در چند ماه اخیر بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روسیه این را یک سنجش معمولی عنوان می کنند ولی مهاجران می گویند بیشتر فشار سر مهاجران تاجیک است و پلیس روس با آنها بدرفتاری می کند. با اطلاع مرکز ملی تستی نقشه قبول دانشجویان به مکتب‌های عالی و میانه مخصوص تاجیکستان در سال 2023 همگی 53% اجرا شده است. کارشناسان مسئله کم شدن توجه جوانان را به قانون نوی حربی ربط می‌دهند. بر اساس این قانون دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل می‌کنند باید 1 سال خدمت کنند و محصلان رشته ماجستراتورا و دکترانتورا حق به تأخیر گذاشتن خدمت را ندارند. علیشیر ظریفی و برادی یوسفی گزارش می‌دهند. نقشه قبول دانشجویان به مکتب‌های عالی و میانه مخصوص تاجیکستان در سال 2023 همگی 53% اجرا شده است. این آمار را سبزعلی جعفرزاده رئیس مرکز ملی تستی در نشست خبری این نهاد اعلام کرد. نقشه عمومی قبول داوطلبان و مسائل تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی در جمهور سال جاری اگر 110,940 جای باشد و در مجموع گیریم اگر در همه زینه ها از 110,940 جای نقشوی 59,123 نفر را ما تقسیم کردیم به مسائل تعلیمی تحصیلاتی میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان که این 53.29% نقشه قبول را تشکیل می‌دهد. سال گذشته بر اساس تقسیمات اساسی نزدیک 55% داوطلبانی که در امتحانات شرکت کردند دانشجو شده بودند. سال جاری بیشتر از 12,000 داوطلبانی که ثبت نام شده بودند به امتحانات حاضر نشدند. یعنی 2 عامل اساسی است که با کم شدن اجرایش نقشه قبول تاثیر خود را رساندند. کم بودن
تعداد قطع کنندگان و زیاد شدن نقشه قبول در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی. مسئله کم شدن توجه جوانان به تحصیل در دانشگاه‌های کشور یا کاهش داوطلبان دانشگاه‌ها را کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از کارشناسان به قانون نو خدمت حربی ربط می‌دهند. بر اساس تغییرات در این قانون دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل کرده باشند هم از این و بعد 1 سال به خدمت در ارتش جلب می‌شوند. همین دانشگاه‌هایی که حوزه کافدرای حربی ندارند نقشه‌شون صرفه‌ریزی کردند. دانشگاه طبی 100 دانشگاه ملی قریب 198 یعنی که همه مؤسسه‌ای که کادر حربی داشتن به حوزه ندارن همشون نقشه‌شون اجرا برای همین اینجا عامل‌ها در دیگر طرف است سبب در دیگر حالت است که خود شما اینجا داشتید که از کرسی دانشجویی همین که ختم کردن و خدمت جلب میکنن اسپرانتو رو جلب میکنن ماجسترانتو رو جلب میکنن این عامل‌ها باید سبب شد سبب اون نیست که حتما به خدمت میکنن. شکایت‌ها درباره از دانشگاه و زوران به خدمت حربی بردن ختم کننده ها از مکتب‌های عالی کشور بارها صدا داده است. در پی قبول قانون نو خدمت در ارتش در عموم 3 سال اخیر نقشه قبولی دانشجویان به مؤسسه‌های تعلیمی اجرا نمی‌شود. نمایندگان بعضی از سازمان‌های اجتماعی بارها تاکید نمودند که برای پیشگیری از این روند باید قانون خدمت حربی بازنگری شود. جسدی ابوبکر حسین زاده 22 ساله یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجد را که در شرایط نامعلوم هلاک شده است به پیوندانش سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد. ولی والدان ابوبکر میگویند در پشت سرش داغ ضربه سخت نمودار بود. جسد او را روز 5 آگوست در زادگاهش دهه اوچی ناحیه دوشتیج بعدی تشخیص طبی به خاک سپردند. نزدیکانش گفتند که ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. نزدیکان سرباز فافیده میگویند فعلا 2 هم خدمت ابوبکر بازداشت شده است ولی تفصیلات دیگری در دست ندارند. مرگ سربازان توجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در مدت 3 سال 10 تن از مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 1 августи соли 1936 театри мусиқию мазҳакавии шаҳри хорух таъсис шуд ки баъдан ба номи меҳрубон назаров гузошта шуд. театре барои 400 тамошобин дар солҳои шӯравӣ соли 10 намоишномаҳои касбӣ, драмавию мазҳакавиро ба соҳна мегузошт ва баъди истиқлолият то 2 намоишнома дар сол маҳдуд шуд. театр бо намоишномаҳои ишқи парӣ, даври орифӣ, калила ва димна ва шоҳ носири хусрав ва ҳунарпешаҳои мисли меҳрубон назаров, заррагул искандарова, бовар хусрав ва дигарон маъруф шудааст. аз 1 августи соли 2005 дар беморхонаву дармонгоҳҳои тоҷикистон расман низоми хадамоти пулакӣ ҷорӣ шуд. ин қарори вазорати тандурустӣ дар доираи барномаи хидматрасонии бо кафолати беҳдоштӣ дар тоҷикистон роҳандозӣ шуда ҳадафаш пешгирӣ аз коррупсия ва фароҳам шудани хадамоти босифати тиббӣ ба аҳолӣ буд. вале бо гузашти солҳо интиқод аз ин низом кам нашуд ва қишри бебизоату нодор аз дастрасӣ ба хадамоти босифати тиббӣ бенасиб гардид. 1 августи соли 1951 сиёсатмадори тоҷик Акбаршоҳ Искандаров таваллуд шудааст. раиси собиқи шӯрои олии Тоҷикистон дар авҷи рӯёрӯиҳои солҳои 1990 муддате иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам будааст. ҳамеша гуфтааст ки барои мардум ва кишвар хидмат карда нотавонии худу ҳамкоронашро дар пешгирӣ аз оғози ҷанги шаҳрвандӣ як камбудии ҷиддӣ номидааст. و در پایان برنامه درباره قربی اسعار میگوییم. صبح امروز در بانک‌های تجارتی 1000 روبل روسی به 115 سومانی، 100 دلار آمریکایی به 1093 سومانی و 100 یورو به 1196 سومانی عوض کرده می شود.
شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برایمان نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهبانتان.